سلامی دوباره خدمت همه همراهان عزیز کانال جزیره هوش مصنوعی و دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن این ویدیو رو تماشا میکنن. امروز هم در خدمتتونیم با معرفی یک امکانی که میتونیم خیلی راحت در عرض چند ثانیه برای خودمون یک اپلیکیشن عکسساز تولید بکنیم و صبح تا شب تا صبح هر چقدر که دلتون بخواد میتونید باهاش عکس تولید بکنید در اندازه‌ها و کیفیت‌های عالی. قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش خیلی ممنون میشم که اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید که از این آموزش ها قراره کلی داخل کانال قرار داده بشه که بتونید اولین نفر از این آموزش ها استفاده بکنید و بهره لازم رو ببرید. خیلی ممنونم. بریم سراغ آموزش این سایت. خب بچه‌ها در اولین قدم باید وارد سایت جیمینای بشیم. لینکش رو زیر ویدیو میذارم و همچنین اگر سرچ کنید داخل مرورگرتون براتون سایت رو بالا میاره. وقتی وارد سایت شدید با جیمیلتون وارد اکانتتون میشید که همچین محیطی براتون میاره که باهاش آشنایی دارید. ویدیوهای قبلی رو هم میتونید در مورد جیمینای و امکاناتش ببینید تا بیشتر باهاش آشنا بشید. در اینجا باید یک دستوری رو وارد بکنیم که بتونه برای ما این اپلیکیشن عکسساز رو آماده بکنه. من این رو زیر ویدیو قرار دادم. میتونید متن کامل رو کپی کنید و اینجا وارد بکنید. خب بچه‌ها وقتی کد رو کپی پیست کردید اینجا، خلاصش اینه که اینجا گفته که خودتون هم میتونید ترجمه کنید تا متوجه بشید که اینجا چی نوشته. گفته که برای ما یک عکسسازی رو آماده بکن که رابط کاربرش مانند یک ربات باشه و بتونه برای ما توسط ابزار نانو بنانا عکس تولید بکنه و کاربر میتونه حتی عکس ارسال بکنه و اون رو به شکل‌های مختلف تبدیل بکنه. وقتی دستور رو در این کار وارد کردید میاد پایین متن اینجا نوشته create code. حتما توجه کنید که آخر متنتون این دو تا کلمه باشه create code. یعنی این نباشه براتون این اپلیکیشن رو نمیسازه. خب حالا بریم قسمت تولز. اینجا پایین تولز رو انتخاب میکنید و اینجا گزینه کانواز رو انتخاب میکنید. گزینه سمت راست تینکینگ رو میزنید و اینجا هم باید گزینه آخری انتخاب شده باشه. خب حالا اینجا روی گزینه شروع یا همون سابمیت میزنیم تا این کد رو اجرا بکنه و برای ما اپلیکیشن رو بسازه. ویدیو رو من استاپ نمی‌کنم، ببینیم که چقدر سریع این کدها رو وارد میکنه و این اپلیکیشن رو برای ما آماده میکنه. در اینجا دستورات اولیه و کدها رو داره بارگذاری میکنه. اینجا می‌بینید که کدهای بسیاری رو داره آماده سازی میکنه که این اپلیکیشن رو برای ما بسازه. خیلی ممنون میشم که اگر این آموزش رو پسندیدید زیر ویدیو یک لایک بذارید تا روحیه برای ما باشه برای تولید همچین ویدیوهای با ارزشی که شما بتونید ازش استفاده بکنید و خیلی راحت و نامحدود برای خودتون عکس تولید بکنید. خب اینجا میبینید که چقدر سریع این اپلیکیشن رو برای ما آماده کرد. این بالا میبینید که تولید تصویرش با نانو بنانا هستش. خیلی راحت و نامحدود الان میتونید کلی عکس برای خودتون بسازید. خب حالا من میرم داخل چت جی پی تی و بهش گفتم که چند تا پرامپت در موضوعات مختلف به من بده. تستش میکنیم ببینیم آیا واقعا عکس‌ها رو برای ما میسازه یا نه. پرامپت رو وارد میکنم، روی ارسال میزنم، منتظر میمونم تا عکس من آماده بشه. خیلی هم سریع عکس‌ها رو آماده میکنه. اینجا میبینید که به چه سرعتی و به چه زیبایی عکس رو برای من آماده کرد. یک پرامپت دیگه وارد کنم و تستش بکنم ببینم دوباره آیا میسازه یا نه. هیچ محدودیتی برای ساخت عکس نداره. هر چقدر دلتون بخواد براتون عکس تولید میکنه. هم از نانو بنانا استفاده میکنید انگار برای خودتون پرو رو خریداری کردید. اینجا میبینید که به چه زیبایی این عکس رو دوباره برای من ساخت. بریم ازش بخوام که یک پرامپت سنگین‌تر به ما بده که ببینیم آیا پرامپت سنگینی رو اگر براش بدیم میتونه برای ما عکس بسازه یا نه. خب اینجا پرامپت رو برای من آماده کرد. کپی میکنم و اینجا وارد میکنم ببینم
آیا وقتی یک پرامپت قوی تر بهش میدیم این رو برای ما میتونه بسازه، یعنی مثل خود جیمینای و نانا بنانای اصلی عمل میکنه یا نه؟ بله، میبینی که با چه کیفیت عالی این عکس رو دوباره برای ما ساخته. اگر اینجا هم روش بزنیم میبینی که گزینه دانلود رو برای ما آورده، میتونید روش بزنید بدون واتر مارکت و خیلی سریع این عکس رو برای ما دانلود میکنه. در خود جیمینای اگر بخواید عکس بسازید، اینجا پایین صفحه یک لوگوی کوچیک خود جیمینای رو برای ما میندازه، ولی اینجا میبینید که اصلا هیچ لوگویی نداره و این خیلی عالیه. خب بچه، حالا رسیدیم به قسمتی که چطور از این ابزار استفاده بکنیم. مثلا میخوایم از جیمینای خارج بشیم. وقتی خارج بشید این گزینه شاید برای شما از بین بره و حذف بشه. برای اینکه این کار رو انجام نشه باید این رو ذخیره بکنیم. بریم داخل سیستم بهتون بگم چجوری این کار رو انجام بدید. خب بچه، این بالا میبینید سمت راست بالا گزینه شیر داره، روش میزنید. اینجا گزینه کپی رو میتونید بزنید و گزینه شیر رو هم میتونید بزنید. یک لینکی رو برای شما اینجا میسازه، این رو کپی میکنید و در یک جای ذخیره میکنید. میتونید حتی بفرستید برای دوستاتون که بتونن اونها هم از این امکان استفاده بکنن، یا میتونید ذخیرهش بکنید. هر موقع خواستید روش کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید و میتونید دوباره عکس سازیتون رو ادامه بدید. خب بچه ها، این بود از آموزش امروز. اگر مورد پسندتون بود و ازش استفاده کردید، اون لایک قشنگا رو زیر ویدیو بزنید. اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب بکنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید که از این نوع سایت ها و حتی سایت هایی که با توسط هوش مصنوعی بتونیم ازشون کسب درآمد بکنیم یا ویدیو بسازیم برای یک کانال یوتیوبمون حتما قرار داده میشه. مرسی که با ما همراه هستید. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما دوستان عزیزم.